السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز میخواهم بهر شما دعایی که در بابت سفر کردن از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان شدگی است به سمع شما برسانم. از هر یک شمایان دوستان عزیز خواهش دارم که نوار را به یار و دوستان خود بفرستید و این دعا را حفظ کنید تا که در ثواب همدیگر شریک شوید. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما بیان میکند هر وقتا که حضرت به سفر برآمدنی میشید اولا 3 بار تکبیر میگفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر. به چه خاطر تکبیر میگفت؟ معنی الله اکبر الله بزرگ است، یعنی انسان در اون سفری که میبراید شاید چیزای عجیبی رو میبیند، در تعجب میغلطد، نه که وقتی 3 بار تکبیر میگوید الله اکبر الله اکبر یعنی خداوند از همه چیزا بزرگتر است. بعدا آیه کریمه را جناب پیامبر تلاوت میکرد که آیه چنین است: استعیذ بالله سبحان الذی سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنین و این الی ربنا لمنقلبون. این آیه را تلاوت میکرد. معنی آیه چنین است: پاک است همون پروردگاری که مسخر کرد بر ما همین 4 پایان را. مقصد در اینجا هم اسب و هم شتر و هم وسایل امروزه ماشینایی که سوار میشیم همه اینها را الله متعال بر ما چکو کرد؟ مسخر کرد. و ما کنا له مقرنین، در حالی که ما قادر نبودیم بر سوار شدن اونها را بر ما کی کرد؟ الله مهربان. الله متعال همه اسب و شتر و خچیر دیگر شه همونها را الله بر ما چکو کرد؟ رام کرد تا که ما اونها را چکو کنیم؟ سوار شیم. و این الی ربنا لمنقلبون. باز هم که وقتی که همه ما میبریم بازگشت ما به سوی پروردگاری مهربان است. این آیه را تلاوت میکرد. بعدا دعا میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی دعا میکرد؟ اللهم انا نسألك فی سفرنا هذا بر و تقوا و من عمل ما ترضى. ای بارا خدایا من از تو سوال میکنم در این سفر نیکی و تقوا را. معنی نگاه که نیکی تقوا طلب میکنم یا الله مهربان از تو نیکی تقوا را. بسیار انسانی هسته که سفر میکنه نیکی در سفرش نیکی و تقوا نیست. مثلا در همون سفر به چند کس ضرر میرسونه، خوبی کردن نمیتونه و تقوا که در اون سفرش تقوا نیست. بسیار انسانی هست که در سفرهای میره که اون سفر معصیت است. به همین خاطر پیامبر از الله طلب میکرد اللهم انا نسألك فی سفرنا هذا بر و تقوا. خدایا من از تو طلب دارم در این سفر خوبی و نیکی و تقوا را و من عمل ما ترضى، از اون عملی که تو راضی باشی. مثلا 5 وقت نماز خوندن، در اونجا نیکی و خوبی کردن خدایا من از تو طلب دارم. باز هم دعا میکرد پیامبر. دعای دوم چنین است: اللهم هون علینا سفرنا هذا و اطوی عنا بعده. ای بارا خدایا در این سفر آسانی را برای ما نصیب گردان. هون علینا گفته در این سفر چکو که آسانی را بر ما خدای مهربان نصیب روزی بگردان. بعض انسان های هستن سفر میکنن میگه در همین سفر هم مشقت هم عذاب کشیدم که به همین خاطر پیامبر آسانی را طلب میکرد. و اطوی عنا بعده گفته خدای مهربان همین سفر دور و دراز بر ما قریب بگردان. بعض انسان های هستن که سفر دور و دراز میکنن بعدا پرسونش میکنی میگه در رفتیم رسیدیم به یگان مشکلات به مکان ما رسیدیم. همین رسول الله طلب میکرد که خدایا همین سفر دور و دراز از تو قریبیش طلب دارم. با در دوام دعاش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی دعا میکرد؟ دعای سوم چنین است: اللهم انت صاحب فی السفر. خدای مهربان تو در همین سفری که ما میکنیم تو صاحب هستی، تو نگهبان ما هستی. و خلیفت فی اهلی. خدایا تو خلیفه جانشین ما در خاندان ما هستی. خدای تو خلیفه در خاندان ما هستی. مقصد ما از خانه که بیرون که میشیم خدای تو خلیفه
خاندان ما هستی که خاندان ما را چکا که حفظ که این دعاها را چکا میکرد جناب پیامبر میخواندک بعدا سفر میکرد. از هر یک شما خواهش دارم دوستان عزیز که این دعاها را از یاد کنید. الله موفق و سربلند.